اکثر خانم‌ها کفشای پاشنه بلند میخرن که تو مجالس استفاده کنن، ولی به خاطر ارتفاع بالا زود به بازی کردن میفته و تعادلش به هم میخوره و باعث زمین خوردنشون میشه یا این پاشنه دیگه سر جاش نمیشینه. خواستم یه توضیح در مورد این مسئله بدم. هرچی کفش پاشنش بلندتر باشه، باید این کفی که داخلش استفاده شده، داخل این کف یه فنر کار میشه. این فنر هم خارجیه و بازم شرکت‌های مختلف داره و هرچی قوی‌تر باشه، به این کف میگن دوور فیبر، یعنی هم زیرش فیبر کار شده هم روش و به اضافه اون فنر عالی که داخلش کار شده. هرچی کفش پاشنش بلندتر باشه، باید این ستون قوی‌تر باشه که بتونه تعادل رو حفظ کنه. تعادل یک کار پاشنه بلند به این کف است، به این قسمت اینجاشه. فقط اینه که کمک میکنه شما راحت راه برین یا نتونین راه برین. و کفش هرچی کفش پاشنه کوتاه‌تر باشه، اگه کفش ضعیف هم باشه اشکالی نداره. یعنی شما اگه اون کفش رو ارزون قیمت هم بخرین، ایرادی آنچنان بر نمیخوره. ولی سعی کنین کفشای پاشنه بلند هر چقدر بلندتر بود گرانتر بخرین و کفش با کیفیت‌تر که بتونین سالهای سال ازش استفاده کنین، چون اون متریالی که توش کار شده بهترین نوعشه. ولی کفشای ارزون قیمت متریال ارزون توش کار شده و به محض پوشیدن فکر نمی کنم به 2 جلسه برسه که شروع میکنه یعنی اینا پیچ و میخ و نگه نمیداره و شروع میکنه بازی کردن. این یه ور فیبره و کفایی هستن که کلا فقط اینه، یعنی حتی فیبر هم توش استفاده نشده. مرسی از همراهی شما.